سلام به همگی، به جلسه 11 خوش اومدید. تو این جلسه ما یک دموی رو قراره بررسی کنیم از گریدینگ دیسنت. البته قبلش من فقط یه اسلاید آوردم که نشون بدم چه تسکی رو قراره روش کار کنیم. ببینید ما فرض کنیم که فانکشنمون wx علاوه b هستش، یعنی پردیکشنمون به این صورت به دست میاد. حالا من برای wb به صورت رندوم 15 و 15 رو انتخاب کردم. خب فرض کنید که ما یک سری دانشجویی داریم، هر کدوم از این دانشجوها خب یه تعداد ساعتی مطالعه کردن و یک نمره‌ای در امتحان گرفتن و مدل ما داره تلاش میکنه که اون نمره رو پیش بینی کنه، خب یا اون نمره رو حدس بزنه. خب مثلا برای این ردیف اول خب این دانشجو 1 ساعت درس خونده و نمره 40 رو در امتحان گرفته و مدل گفته که من حدس میزنم این دانشجو نمره 30 گرفته باشه. خب اسکوئرد ارور اینجا چجوری حساب میشه؟ 40 منهای 30 مساوی با 10، 10 به توان 2 مساوی با 100. برای این دانشجو مثلا 2 ساعت درس خونده، نمره 50 گرفته، ولی مدل نمره 45 رو پیش بینی کرده، اسکوئرد ارور شده 25. و همینطور برای دانشجوهای بعدی هم به این صورت حساب شده اسکوئرد ارور. حالا مین اسکوئرد ارور یعنی میانگین این عددی که اینجا به دست اومده، یعنی میانگین 100 25 25 25 و 100 که میشه 62 و نیم. حالا همین مثال رو البته با اعداد یه مقداری متفاوت تر ما در کد میبینیم و میبینیم که چجوری گریدینگ دیسنت عمل میکنه. خب اینجا این دیتا ست رو من اومدم تعریف کردم. دانشجو 4 تا دانشجو داریم. دانشجو اول 1 ساعت درس خونده، دانشجو دوم 2 ساعت، دانشجو سوم 3 ساعت، دانشجو چهارم 4 ساعت. و دانشجو اول نمره 40 گرفته، همینطور نمره اون 3 تا دانشجو دیگه هم مشخص شده اینجا. W و B رو به صورت رندوم اینیشیالایز کردیم. Y پردیکت به این صورت به دست میاد. حالا اینجا اسکوئرد ارور رو اومدیم حساب کردیم و مین اسکوئرد ارور تو این مثال با این اعداد شده 37 و نیم. حالا ترو اسکور و پردیکت اسکور ها رو اینجا اومدیم نمایش دادیم. این دایره های بزرگ نمراتی هستن که واقعا این دانشجو در امتحان گرفتن، یعنی ترو اسکورز ها هستن، و این دایره های کوچیک پردیکت اسکورز هستن. مثلا اینجا اختلافشون 10 تاست، اینجا ارور 5 تاست، اینجا ارور 0 و اینجا ارور -5. خب اینجا لاس و گرادیانت رو حساب میکنیم. البته این بخش من باید یه دست و روی بهش بکشم، یه مقدار این فرمول ها درست نشون داده نشده، ولی در کل پردیکشن که از این فرمول به دست میاد، مین اسکوئر ارور هم که میدونید از این فرمول به دست میاد. گرادیانت لاس رو ما حساب کردیم، یعنی من قبلا گرادیانت لاس رو نسبت W حساب کردم و به این صورت شده. حالا در واقع داره میگه که شما میتونید همین یه خط رو در نظر بگیرید. خب برای هر اینپوتی ما مقدار اون فیچر رو، یعنی مقدار استادی اور رو ضرب در اون اروری که به دست اومده برای این اینپوت میکنیم. خب و مجموع این اعداد رو حساب میکنیم و مجموعشون رو ضرب در 2 تقسیم بر n میکنیم. خب این میشه گرادیانت لاس نسبت W. و حالا اینجا یک آپدیتی انجام دادیم واسه از این گرادیانت دیسنت آپدیت، دقیقا همون فرمولی که داشتیم، یعنی W شده W منهای لرنینگ ریت ضرب در گرادیانت لاس نسبت W و بایاس هم به این صورت آپدیت شده و می‌بینیم که بعد از این آپدیت شدن مقدار لاس شده 37.25. قبلا چی بود؟ قبلا 37 و نیم بود، حالا شد 37 و 25 کاهش پیدا کرده، ولی خب یه مقدار این کاهش کمه. حالا ادامه میدیم گرادیانت دیسنت رو. از 37 و نیم میبینیم که در ایپوک C رسیدیم به 31 و 26.
و حالا اینجا مثلا ما میتونیم لرنینگ ریت رو در واقع اون لرنینگ رو متوقف کنیم و در نهایت به این WB رسیدیم. یعنی من صرفا بهش گفته بودم که حد اکثر تا 30 تا ایپوک ادامه بده. خب حالا شما میتونید تعداد ایپوک رو بیشتر کنید، مثلا میتونیم بذاریم 100. مثلا اگه ایپوک 100 بذاریم به لاس 20 میرسه و به این WB میرسه. اگه مثلا ایپوک رو بیشتر کنیم بذاریم 500 تا، میبینیم که در نهایت مقدار لاس خیلی کم شده دیگه. این از 35 و از فکر کنم 37 تا خورده شروع کردیم رسیدیم به 1 و 8 و این هم مقدار WB. حالا اینجا میتونیم میام سوال، چون من ایپوک رو بیشتر کردم اینجا شما میتونید مین اسکوئر رو ببینید که چجوری از 37 و نیم خیلی نزدیک شده به صفر تو این 500 تا ایپوک. این چیه؟ این پریدیکشن هایی که صرفا داره پریدیکشن ها رو قبل و بعد از ترینینگ رو نشون میده. یعنی قبل از ترینینگ ما این خط آبی رنگ رو داریم. خب این نقاط بزرگ اون ترو لیبل ها هستن. خب قبل از ترینینگ ما این خط آبی رنگ رو داریم، میبینی که ارور بین این دو تا نقطه زیاده. خب اما بعد از اینکه ترینینگ انجام شده ما این خط نارنجی رنگ رو داریم و میبینی که اون پریدیکشن های مدل حالا خیلی نزدیکتر شده به اون مقادیر واقعی و این نشون میده که پریدیکشن ها بهبود یافتن با استفاده از گریدینت دیسنت. خیلی ممنون از توجهتون. اینجا بحث گریدینت دیسنت رو به اتمام میرسونیم.